سلام، من حسین هستم. به کانال آیکیو تست خوش آمدید. در این کانال من سعی بر این دارم که با مطرح کردن یک سری مسائل علاوه بر این که باعث سرگرم شدن شما شه، شما با پیدا کردن جواب این مسئله هوش شما هم به چالش کشیده بشه. امیدوارم که از این مطالب خوشتون بیاد و کانال را حمایت کنید. خب، هر بار من یک سوالی رو مطرح میکنم و شما در کامنت جواب اون رو بنویسید. در برنامه بعدی من جواب اون رو ذکر میکنم و به سوال بعدی میپردازیم. خب، موضوع از این قرار است که یک دختر کوچولوی به نام میری در یک قصر بسیار مخوف اونجا زندانی میشه. میری باید یک راه پیدا کنه که از این قصر خارج بشه. جستجو میکنه در قسمت‌های مختلف این قصر و در نهایت به این نتیجه میرسه که 4 تا در بیشتر وجود نداره تا اینکه بتونه خارج بشه و یکی از این درها ممکنه که راه خروج براش باشه. خب، در اول پشتش یک گودال بسیار بزرگ مواد مذاب بوده که هر کسی داخل اون بیفته قطعا میسوزه و از بین میره. در دوم پشتش یک سردخانه بسیار بزرگ هست که هر کسی داخل اون بشه به سرعت منجمد میشه و از بین میره. پشت در سوم 3 تا پلیس بوده که هر مرد و زنی که در اونجا داخل بشه فوراً با شلیک گلوله بدون سوال جواب از بین میره. و پشت در چهارم یک دلغک قاتل وجود داشته که هر کسی اونجا داخل بشه فوراً مورد ضرب و شتم این دلغک قرار میگیره تا از بین بره. خب، به نظر شما این میری کوچولو چی کار کنه که از این محیط خارج بشه؟ شما براش دره که میتونه به سلامت از این محیط خارج شه بهش نشون بدین یا راه حلی که داری براش بیان کنید؟ در کامنت بنویسید. قطعا به جوابی که درست باشه من اشاره میکنم در جلسه بعد. امیدوارم که سلامت باشین. از این مطالب خوشتون بیاد. اگر این مطالب رو دوست دارین که بیشتر از این مطالب برای شما بگذارم، کانال را حمایت کنید. تا برنامه دیگه شاد، موفق و پیروز باشید.